سلام به همه. من وحیدم. این بار دیگه وارد حساب ریل شدم. مرحله تست و در واقع چالش ها تموم شدن و حالا بازی واقعی شروع شده. میخوام با شما مرور کنم که هفته اول این حساب چطور گذشت و چه تجربه هایی داشتم و چه چیزی رو با خودم برداشتم برای ادامه این مسیر. این هفته با رشد 1.9% در مجموع $194 بالانس حسابمون به 10,194 دلار رسید و در واقع این هفته بیشتر از هر چیزی تمرکزم روی حفظ حساب بود. نسبت به مراحل قبلی لغزشام کمتر بودن، اما هنوزم بی‌نقص نیستم و یه بارم پیش اومد که حجم بیشتر از پلن زدم و این دوباره یادآوری کرد که هنوز باید بیشتر روی کنترل هیجاناتم کار کنم. بنابراین گاهی هنوز عجله و استرس سراغم میاد و مهمترین چیزی که این هفته فهمیدم اینه که حساب ریل شوخی نیست. اینجا مهمترین وظیفه من حفظ سرمایمه. درسته سود خیلی خوبه، اما اگه حساب از دست بره دیگه هیچ چیز معنی نداره و من باید تمام سعیم بکنم که این اکانت به مرحله برداشت برسه. هفته اول با سود و مثبت تموم شد، اما اصل ماجرا اینه که 2 هفته دیگه رو هم سالم بگذرونم و برنامه‌ام روشنه. خب قانون سرمایه گذار برتر برای اولین برداشت این بود که باید 3 هفته معاملاتی طی بشه و طول این 3 هفته 10 روز معاملاتی هم داشته باشم. 1 هفتهش گذشت همین هفته بود و توی این هفته 5 روز هم معامله داشتم. پس بنابراین 2 هفته دیگه باقی میمونه که توی اون 2 هفته باید 5 روز معاملاتی داشته باشم و وظیفه من اینه که توی این 2 هفته ریسک پایین داشته باشم، آرامش بیشتری داشته باشم و تمرکزم روی ثبات باشه نه فقط سود. پس برای هفته بعد میخوام ریسک معاملاتمو حتی کمتر از این هفته بکنم تا با خیال راحت و آرامش بیشتری ترید کنم. چون این تازه شروع راه منه و هفته بعد با گزارش دوم حساب ریل برمیگردم و ممنونم که همراهم بودید.